امروز جولای 9 2026 همراه 5 تن از فامیلای دوستان کمپینگ در شوگر پوینت لیک تاهو، خیمه اسماعیل جان، خیمه خودم. اسماعیل مانده نباشی خوبی؟ خیمه آجی میوند. آجیش چطوره؟ خوبی بخیر هستی؟ سلامتی؟ زنده باشی. یعنی هم خیمه آقای خادمی خودش رفته موترار تیکت بگیره، خیمه آقای فواد لالی و ای هم خیمه جناب استاد شیرزاد و موترها همگی در حال انلود کردن وسایل از داخل موتر هستند. اصل نفر فواد. باش که از دور بگیرم که ریگا نشود. فواد سعی کنید که اصل کار فواد پشت برده رئیس. چطوری فواد؟ مانده نباش. خوبی بخیر، خسته نباشی. گفتی زورکا چیکار میکنی؟ خودت یک جزئیات بگو. باش که گوسفند آوردیم که بعد توتم نشده. خیمشه شورواست در مینو. بسیار عالی، بسیار عالی. و این آتیشی که جناب استاد رفیع قد فواد جان بپا کرده و بله و این یک فضا استاد رفیع رفته چوب پیدا کرده. جناب شیخ مانده نباشی. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اینا بخیر. دیگه شوروا را بار کرد. شوروا بار کردین دیگه، درسته؟ به 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 به. امیر سر دیگه یک دفعه بال میکنید مگه ببینم. علی اکبر بال کن. علی اکبر باشه. علی اکبر چیرش میگیرم. اوه 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 کچالو هنوز نشده. برو. به به. در جان خربوزه میره. نه 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 نفر خربوزه اینجاست. قاش که خربوزه رو بیکار ششتی. کارت بره قصاب. تو که؟ به به. آتش سایکو آتش. اوه درخت‌ها چه خوب معلوم میشه اصلا. چیکاری هستن؟ شک به خدا. چند دقیقه چطور است اسماعیل؟ اولین بار کمپینگ آمده ره؟ بسیار عالی، بسیار عالی. مهدی جان هم در حال آتش. مهدی چای دم منو آتش منو. مهدی یکان چیز نمیگی در کمره؟ صادق جان خادمی عزیز سلام. چطور خلیفه؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی، بخیر باشی. چی گپا؟ باش که علی مهدی. علی مهدی یک بای بای کو. علی مهدی چوب مایده میکنه. جناب شیرزاد تو کجا هستی که ما تو رو در کمره میپالیم پیداش نمیشی؟ چی از برنامه امشب چیه؟ برنامه فردا چیه؟ دیگه فعلا نو رسیدیم بخیر. همراه تعداد از بهترین دوستان ما، خدا خیرشان بده. صادق جان، اسماعیل جان، میوند جان، فواد جان، خود داود جان، جناب کامرامن. زنده باشی، بخیر باشی. پلانامتون به ترتیب پیش میره دیگه. امروز باش که یک سلفی گم میگیره. خوب بسیار عالی. ولی بس خوردن داود جان یک مثلا این که دور و بر هم هستیم. یک ذره گفته مردم دور از دغدغه روزگار همیشه کنی ارزش داره. لطف کردین. انشالله خوش بگذره و جای دوستا و عزیزایی که در جمع ما نیستن خالی. بله بله. باش که فواد هم یک در دوباره تصویر بگیر. فواد سنگ چال ده جزئیات است میشنیم. منتظر شوروای چیستم دیگه. بر فعلا گفته شورواست ببینیم چی میشه. روی وطنی تیره. نه تیره نه انشالله نظر به این تشریفات گرفتن. انشالله یک شروعی تیره. چی بیاجی؟ چی بیاجی؟ گفتم شروع تیره خواهد آمد. تو یک مشپیاز خوب گفته. مشپیاز خور آراده. خلیج کار کرد بچین.
بچه ها یک شما بگویم اینا رو خود دیدیم دیگر دفعه یه ایران پنجخه بخیر دانه $50 است دیدم موتورا چی حال بود؟ به داخل سیخ کس راحت نیست. کسایی که در کنیتی هم فوتر سر کسی بازی بکسل داری؟ سیالا سر داره یا نه؟ دیگه کشیدین یا نه خانم مرا؟ شروع کن. بتشن امیر رضا رسیدگی کن. شب اول کمپینگ بسیار عالی گذشت و صبح شده و دوستا صبحانه تیار میکنن. صبح بخیر اونم علی یه فواد. بچه شب شده گذشت استاد رفی؟ خیلی عالی بود. هوا خوب، هوای جای دوستا خالی، هوا یعنی هوای کمپینگ است. سرد نبود دوستان. سرد نبود. بسیار هوای معتدل. جای دوستایی که نیستن خالی است دیگه. همزمان صحبت بکنه نه دیگه نه. به مهدی جان زحمت کشیده. مهدی خادمی قرار است یک تخم مرغ به اصطلاح میکس ما را بده. اونجا مهدی تو شب می‌خواست تخم مرغ بخوری باشم خوردی نخوردی؟ چاقویم خود سیب است دفعه نجیب نیست یم تخمایی که فواد جور کرده. علی جانو نانو دوار اسماعیل هم پشت نان آمده یم سربسات خانم. یک دم تایگر اینجا مسته یم کیت Bacho, kids, I have a question. How was your night last night? Not good. Cold? Good. Cold? I had the best sleep. Oh, okay. It was like All right, Mehran Hussain, how was your night? Good? All right. my space was tight. Lake Tahoe, Sugar Point, Campground. با دوستا آمدیم امروز هم جولای 10 2026 با دوستا آمدیم کمپینگ و بازی مرحله کوارتر فاینال بین بلژیوم و اسپانیا شروع شده. صادق جان و اسماعیل جان و یه سینمای تریدی یک دفعه ای طرف سعی کنین. جور هستین؟ France! The video assistant referee Owen will talk about the game in due course, but this stadium we are in today in Los Angeles has blown your mind. Best I've ever seen. Everybody aspires to the longevity that Messi and Ronaldo are created and just from another world. Right at the beginning of his journey. I'm better than you. The game started that I've never seen before. In a commentary position at a World Cup. The fellow next to us, I think it's from Spain, was all set to do the job without his shirt on. He was stood there. بازی اسپانیا و بلژیم هم خلاص شد 2-1 به نفع اسپانیا. تبریک به تیم اسپانیا به هوادارایش. و ما رفتیم که غذای خود پخته کنیم. اسماعیل جان آتش برای کباب آماده کرده یه همراه استاد رفی دیگه. خانم هم بعضی کارهای دیگر اونجا که داره است. یک اصلا اونجا بیکار چشتانه خوزه داره است. صادق جان هم دیگه سیخار کباب که داره است. قد مهدی جان و محسن و مهدی دیگه و علی اکبر پشت جان علی بابا علی به یم چیکن. خیر بین آقای خادمی. Get back. فواد هم گوشتار بالا که فواد گوشتار صادق. مهدی get back. به جناب شیخ و کبابی این دو جان اگه اشتیا داری یک سیخ آمادام شده. چشمی از مست نوش جان بخور. باش که باری ما رو وارد جزئیات شدیم. می گوشت چی هسته؟ گوشت گوسفند، تکه گوسفند. گوشت گوسفند. به یاد کبابی پالوان ابراهیم. پلو سرخ بخیر. خیر بینی. اسماعیل جان چطور هستی؟ بیا یک سیخ. نوش جان.
حاجی چطوری تو؟ یا خودت که نه نمیتم. حاجی چطور هستی؟ How does it taste? بیا صادق. هی میلان، حنانه، ترانه، فرزانه، ایخو رب شد. عبیر، و دیگهش که؟ مهران، حسین. بچه ها؟ مبشر. اینه کو؟ اینه مبشر. Is it yummy? No. Oh my god. Hey, Hussein, Mehran, is it yummy? Is it yummy? You made the best kebab. Oh, thank you. Enjoy it, guys. Just enjoy it. Tarana, is it yummy? No. It's uncooked. Good job. Kebab می‌خورید؟ شما finish کردین با مادام. It's too yummy though. ها؟ No. All right. نوش جانتون بخورین. Hey, بابایتو. کی جان خلاص شد سیخ زدن ها؟ حالا تران بیاین Second best. First is Barney. گوجم زیاد زحمت کشید اسمت جان بس ابقا بنده خدا سری کباب کار کرد که یک چیز صحیح به خیر ببینن. نه و ما غیر از که فیلم گرفتیم، اصل زحمت شما گرفتین، اسماعیل جان قند، خودت جناب شیخ. مقصد کدام میتونه یکم جزئیات بینید درباره کمپینگ امروز، برنامه‌های بعدی که امروز قرار انجام شود؟ والا این کمپینگ ما ادامه داره بخیر اگر خواست خدا باشه. امروز روز دوم است، ما دیروز عصر رسیدیم اینجا دیگه. بعد از این دوستا چون اکثر بچه ها علاقه به فوتبال داره و شوق فوتبالیست هستن، اصرار دارن که یک میدان بسیار فوتبال خوب دمی ساوت لکتاو است، میگه اونجا بریم و یک دم میگه آوبازی بریم. بعد از این دیگه انشالله ببینیم که یک نگوشیت میکنیم بین خود، یک توافق میرسیم یا آوبازی را بر سبا منازیم یا فوتبال. بنان هم آوبازی بعد از این است و هم فوتبال و انشالله دیگه برنامه شب هم بعد از این که آمدیم خانم‌ها را لطف میکنن یک برنج قورمه پخته میکنن دیگه. این کباب که خورده میشه باید یک آوبازی داوود جان یک فوتبال شود. بسیار عالی، بسیار عالی. حتما از جریان آوبازی و فوتبال هم ویدیو خود گرفته. دیست از ما گوشت سیخ زدم، دیست از ما گوشت تو را مقصد. خب حاجی سعادت چی گپا؟ چطور بگذره تبت؟ بالکل اما واقعا خوشتر باشه. یار تایت رای. آب و هوای دیشب چرا بود؟ کمپینگ سرد بود، خو نرفتی به خیالم. خیلی خوبش بود، هوای دیشب خیلی خوبش بود. خوا جان جان چیزی میگی خودت؟ درباره چی؟ برای گفتنی چیزی داری درباره کمپینگ؟ How you feel? والا feel super. right now دیگه بعد از این بخیر کباب که تیر شود استیک میآید، استیکی که با استایل بله با استایل تکساس استیک است دیگه. این جوانا کلی منتظر از او است اصل استیک. خانما بله دقیقا دیگه دقیقا. اون میآید دیگه درست بنده خودم هستم بخیر. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه کباب زیاد است، دو شب دیگه هم هستیم، هوام بسیار خوب، عاشقانه عالی. بله. Hey, okay, let me ask this guy a question. Mohsen, I want to interview you. Come back, go ahead. Or no, wait. Okay, I see you have a Barcelona jersey on. Yes. What's going on? So I wanted to wear Real Madrid today, but him right here, my dad, made me wear
So are you a Madridista? I'm still a Madridista. Okay. What do you think about the next game? Spain and France. France is gonna win 3-0. Mbappe 2 goals, 1 Ousmane Dembele. All right, let's see. You'll see. All right. اسماعیل جان هم در تصویر از اسماعیل جان. بخیالم تجربه اول در کمپینگ آمدی نه؟ چی رقم بود؟ مایر بردادید ببر مهدی جان. یک جان از اول بگو. مراسم خیلی برام بشه و یک ذره از خیر سرس خورده بودی؟ نبود. خیر عادت میکنه ها. They said keep on bringing. تا فعلا خوش گذشته دیگه ان شاء الله. بسیار عالی بسیار عالی. دیگه ان شاء الله از جریان استیک پختن استیک هم فیلم میگیریم. نه رقص کنی 100%. آقای خادمی عزیز همچنان مصروفه دیگه. ببخشید تنها ماندم تو را. بیا فواد اگر رقصو که ویدیو میگیریم بیا. اما ششتکی هم صحیح است. روی تصون کامرا دار بدی خلیفه اینم تو مدل سفری رست کو سفر که رخ شده بود خب فکر موسیقی به شک بلا کجا آمدی؟ ها؟ آرای لکتاهو؟ بیا بریم بیا یعنی شما شوق دارید که دلالی بر مردم نکنین دست خانم‌ها درد نکنه رفیق سرنده پلاسی یک ترموز کن شک به خدای کچالو رو میمونین که نرم شوه کچالو رو من نرم شد بخاطر بولونی کچالو تشت خمیر بیا که بریم تشت خمیر داود جان اشتقام در حال ساتری قصاب شاگرد کار داره یک نفر روان کنیم یک نفر شاگرد قصاب شوه این پلاستیک بغل دست شوه اصلا بیا کریش شاگردی کو ریختم داری خب پلاستیک بریزه طرف پاک شه استخار لباین مایوان صبر که پلاستیک بانه مایوان پلاستیک فواجانی گوشت برای چی آماده میکنین؟ چوپان کباب چاشت یا شو؟ امیاله امیل ازه امیل از دوستایی که آماده میتونن حواسانه دیگه نور چشم میفرمایید باش که دوستای دیگه اوه اصل دیگه اینجا بوده چی میکنه بدر سینگل چاله چواریسته اینا لیره یک مرد نمک هم بزنید نه مایوان تومتر بدید Thank you so much. How about me? You want one too? Yeah, I'm joking. No, I'm joking. Thank you. Get you one if you want.
Thank you. Yes, if you can, yes. Thank you. Is that your cup? You can put it. Don't worry about it. Yeah. چراغ واسطه چای شیخ. اما یک چای تیره دم کشیده و خدا کتوبه. بابا نوش جان نوش جان. تایگر 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 چرا بندی که دلا کنه که برا. There was a lot left. Oh. That's it was only that. Thank you Nasrin. That's enough. Thank you. بیار نسرین تایگر تو بغل که بیار یک دفعه. لیلا میزنی. بیا تایگر بیا تایگر. نشد. Tiger, Tiger, what's up, Tiger? حالمو خیر اینجا در روی ترش. نسرین نامازی چیست؟ نامازی چیسته؟ ها؟ اوریو؟ جنگ بیکرده شما یا شما سوی از رفه یک چند دقیقه صبر پختر شوه. ارتش در قفس باشه اوریو. کلا را دست نه نسرین کدامش کلانه؟ نه میشون دیگه. کلانه نه. فرض خودتون نه مردار چی پشک برو ناس کن. بدو ناس کن بدو. برو ناس کن. اون دیگه رفته پیش بگی خسته بابا. نمیری؟ گوشت نخور با خدا فوتستم نداره. لاغر هم هست میبینید سرپورو دیگه از شما صادق دنبش مثل روبا وارس میبینید؟ خمیر بولانی جای بولانی خورا خالی. این گندنه است و این هم کچالو. این هم بولانی پزا خانم آقا اسماعیل، خانم این جانب خانم لاله صادق. و این هم اصل کار. به 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 به. Olivia! اونجا بولونی پزا بود اینیا بولونی خوراسته پشینید. چطور است مزهش؟ چطور بود؟ عالیه ها؟ مزه بولونی؟ اونجا گیم نروژ چی شد امرا انگلند؟ والا ما 2-1 انگلیس برد دیگه. اوکی گود لاک. یا من. چطور است آجی؟ بولونی یک دفعه بالا که نشان بدی. زحمت کشیده خانوما اومدن پلیس کباب چوپان هم سر میشه اون طرف. کوکه؟ اوه شال آورده با دستمال آورده کوکه؟ با 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 با. یک فضای کمپ ما. با بزنید کوکه. با بولانی شیرچای. تخم مرغ چی شد؟ ها فوت؟ تخم مرغ کی وان زد؟ کوکه ببینم شکی یک بالا بان که یک دفعه ما تصویری مبارک شد ببینیم. با آتش سایکو تو آره والا اسماعیل سایکو توی مهدی سایکو تو مزدار زده رئیس بذار شرم شو خیمه کلش جمع شده. Bana mı pişiriyorsun?